مذهبی ما و شما که اهل سنت و جماعه هست از شیعه مذهب به چی فرق میکنه؟ هر کسی که جانب قبله نماز میخواند خدا یک و یگانه را میشناسد، پیغمبری او را بر حق میداند، همه اونا برادرای ما و شماست. هر جا که یک آدم خداگو باشد اون برادر ما و شماست. از شیعه مذهب ها در دشمنی کردن، دشمن خدا کم است، با آنها دشمنی کنیم. میلش اگرچنده که تفاوتی دارن، فرقیتی دارن، نسبت صحابه پیغمبر ممکن تحقیرای دارن، لیکن برای ما و شما جدا کردن امروز اهل سنت از شیعه هیچ لازم هم نیست و در داخل این موضوع ما و شما هم کارم نکنیم. همین قدر بدانیم که اونا هم برادر ما و شماست، اونا هم غمخوار اسلام هستند، اونا هم چیکار میکنن؟ در راه اسلام خدمت کرده ایستادن. اکثر امروز تجارت ما و شما از حساب همون مردم شیعه مذهب است. السلام علیکم داملای محترم، با این سوال ها جواب گردانید. بالای سر مرد در وقت جان کندن زنی که یاسین را تواند خواندن مرد نباشد میتوان تلقین کند؟ میتواند البته. یعنی مردی که در حالت نزع جان است هیچ کسی نیست که یاسین بالای او بخواند. پیغمبر خدا را حدیث مبارکش است که شما در حالتی که نزع جان میشود یکی از برادر شما یاسین بخوانید. اگر نباشد مردی میتونیم که زنی که اگر یاسین میتواند بیاید تلقین همون مرده کند، با که ندارد، هیچ جای گناهش نیست. دویم سوال، زن میتواند مرغ را یا حیوان کلان را ذبح کند؟ به طریق اولا میتواند. زن برای زن کشتن مال گناه نیست، همه زنها میتونند کدام نماد حیوانی نباشد ذبح کنند. فقط برای ذبح چی لازم است؟ کاردی تیز باشد و بسم الله الله اکبر. بس از خواه مرد از خواه زن است میتواند کدام حیوانی نباشد البته ذبح کند. زن شد گناهگار میشود. سلام علیکم داملا، خواهش التماس دارم درباره جادوگرها گپ زنید تا مردم ملا را از جادوگر فرق کنند که این جادوگرها دین اسلام را سیاه کرده خودشان را ملا مینامند. آنها یگان آدم را به اسلام به نماز دعوت نمیکنند. خیلی مادام همتا باشد دیگر چی جای شهر دادن شد؟ وقتی که به ما و شما را به نماز دعوت نکنند، ما و شما را به مثال اسلام دعوت نکنند و خودشان هم ملا بگیرن، در صورتی که فالبین جادوگر باشن و ملا هم نیست جادوگر هم نیست. فقط شما یک کلمه را فراموش نکنید، وقتی که در یگان کسی را جادوگری میکرد بگین جادوگری کرد ملاگی کرد. نه، این ملاگی از جادوگری فرق دارد. این جادوگر هم در دنیا و هم در آخرت روش سیاه است. اون نه ملا است نه جادو از دستش می آید. السلام علیکم داملای عزیز، به همین سوال من جواب دهید. به حاجتخانه بی‌طاقی در آمدن اوبال است؟ من به حاجتخانه در آمدم، مرا یک ملا جنگ کرد که بی‌طاقی نداره. راست میگه. در یکی از فتواها ما با چشم خود دیدیم که داخل حاجتخانه انسان باید که سر لوچ داخل نشود، زیرا که حاجتخانه خود مکان جین هست و جین عادتش همین است که هر جایی که اگر یک یعنی بدن لوچ بیابد حتمی در اونجا زلال میرساند. از این خاطر این صاحب کتاب هم به ما و شما گفتن که داخل حاجتخانه که شدین شما اول پای خودت در نزد در همون حاجتخانه یعنی شرفه بتین تا که هر چیزی که باشد از حاجتخانه دور شود. و اللهم اینا نعوذ بک من الخبث والخبائث، خدایا از این نجاستی که مرا آزار میدهد خدایا این را از بدن من دور بساز. گفته با همین قدم پای چپ داخل چی شو؟ حاجتخانه شو و سر خطا بپوشان. این بهتر است برای که ضرر جین به تو نرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دولت عزیز، من از شما همین را پرسیدنیم. ملت پرستی چگونه هست در قیامت؟ ملت پرستی را چگونه سزاوار است؟ ملت پرستی
در اسلام ما و شما نیست. این خدای ما و شما همه وقت ندا میکند یا ایها الناس، ای مردم گفته خداوند به طرف ما و شما مراجعت میکند. ملت در اسلام هیچ اهمیتی ندارد، خواه تاجیک است، خواه عرب است، خواه روس است، خواه امریکایی است، کسی نباشد اگر ایمانی بر خدا و ایمانی به قرآن داشته باشد او برادر ما و شماست. ملت در اسلام هیچ اهمیت ندارد. من ندانم، لاهوری میگوید من ندانم مرز و بومش از کجاست. رسول اکرم میگه من ندانم مرز و بومش از کجاست، این قدر دانم که با ما آشناست. من از کجا میدانم که رسول اکرم کجاگی است؟ برای من چی لازم؟ همین قدر میدانم که او آشنای ماست، او شفاعت کننده ماست. برای ما خواه ملت عرب است، خواه ملت تاجیک است، اگر دین نداشته باشد او برادر ما نیست. السلام علیکم دوستان عزیز. یک نمود شپرک را اوراح میگویند و آن را آرد میکنند. آیا این درست است؟ یک شپرکی هست که در خانه ما و شما ارواحکش میگیم. وقتی داخل میشود ما و شما را در حال ارواحهای گذشته من یادمان میآید، یعنی از ما ارواحهای گذشته هست. همین شپرک برای همون آمده است گفته ما و شما را یک یادآوری میکنند، لیکن در اصل این اصل ندارد. این ارواح به منزله شپرک نیست. ارواحهای ما و شما خاندان ما و شما می آید. ارواحهای ما و شما برای خاندان ما و شما، برای نظارت زن خودش، فرزند خودش، خانه خودش چگونه معامله در او خانه است برای خبرگیری می آید. نظر میکنند که از خانه بر بحر او آیا یگان طعام، آیا یگان خیر احسان، آیا 2 رکعت نماز خوانده می شود یا نه. البته می آیند، لیکن شما میتونید ارواحهای خودتان با قدر زوررسی خودتان از خیر احسان چکار کنید؟ خشنود بسازید، با نمازها خشنود بسازید. این ارواحکی که میگیم اینا البته اصل ندارند، اینا یک مخلوقی خداست. فصلش می شود، پیدا می شود، هر خانه داخل می شود. اگر بر همین بهانه هم اگر خانه‌ای که خیر احسان نداشته باشد و فکری همی اگر خیر احسان کرد این شب خوب است. السلام علیکم دوستان عزیز. در قبر با کدام زبان سوال جواب میکنند؟ در قبر چگونه ای که جمعه پیشین رسول اکرم فرزند خودش ابراهیم گفت تو را میپرسند خدای تو کیست؟ بگو خدای من الله یگانه است، پیغمبر او پدر من است و دین او اسلام است. یعنی وقتی که ما و شما داخل قبر میشیم ما و شما را در نزد منکر و نکیر سوال و جواب کردن این کار آسان نیست. انشاءالله من صفت منکر و نکیر را بر شما در جمعه های آینده بیان میکنیم که منکر و نکیر چگونه هستند. اینجا فقط رحمت الهی لازم است که خداوند بالای ما و شما رحمت خودش پایان کند تا که ما به سوال های منکر و نکیر با آزادی جواب بگیم.